12 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان در ادامه سفری کاری در ناحیه دیوشتیچ در دهه بسمانده مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 را که فاطمه و زهرا نامگذاری شده است مورد استفاده قرار دادند. با سروری دولت محترم امالی رحمان اطلاع داده شد که ساختمان بینای کودکستان فاطمه و زهرا در ناحیه دیوشتیچ که از 2 آشیانه عبارت است سال 2021 آغاز گردیده با طرح زمانوی بنیاد شده است. مؤسسه تو مکتبی در 4 گروه 120 کودک را به تربیت فرا میگیرد. در این انشاءات ساحه معارف نزدیک 30 آموزگار با جای کار تامین گردید. ما همه مربیان کوشش به خرج می‌دهیم که در روحیه میهن پرستی وطن دوستی و خویشتن شناسی کودکان را تربیت دهیم. ما همه کارمندان باغچه رقم 6 و پیشوای ملت منتداری خود را بیان میکنیم. با مقصدی در فصل زمستان با گرمی تامین کردن بنا کودکستان دارای شبکه خودی گرمیدهی می باشد. برای این در اینجا دکخانه و حوض نگهداری آب نیز بنیاد یافته است. در حدود مؤسسه 2 میدانچه بازی برای کودکان موجود بوده. حدود آن سبزکاری و پر چراغان شده است. مؤسسه تو مکتبی در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به مناسبت تجلیل با شکوه جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتپیشه با طرح زمانوی تعمیر و نوسازی گردیده است. هر قدر کودک در کودکستان تربیت گیرد و وطن دوست میشد و خویشتن شناس میشد و خودآگاه میشد و طبیعت دوست میشد. پرزیدنت ما مقصدشون آینده تربیت کرده کودکای به وای رساندن بگذار همیشه تاجیکستان ما آزاد باشد، تاجیکستان ما پیشرفته باشد. برای چنین بینای زیبا و برهوا به پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان منتداری بیان نموده کارگران مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 وعده می‌دهیم که کودکان را در روحیه وطندوستی و معرفت پروری تربیت نماییم. بعد شناسایی با انشاءات تازه بنیاد پیشوای ملت محترم امالی رحمان به کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای در روحیه خویشتن شناسی و میهن پرستی تربیت نمودن خردسالان که در این روند زینه اولی تحصیلات و فعالیت مؤسسه تو مکتبی مهم می باشد مسئولین را وظیفه‌دار نمودند. در یک مدت کوتاه در دوم جمعه همین جمعه همه یک شهرک مقدر شد. همین زمین ها آبیاری شدن. چقدر مردم با کار تامین شدن. ما با شما نفخریم جناب عالی. همش گلو گذار شد. چقدر رحمان آباد شد اینجا. حاضر اینجا کارخانه دوزندگی و قالیبافی چیلتا بانواده جای کار از همین دیه هم هنر هم کسب هم صاحب زندگی آبادی خودی کارخانه اینا کودکستان کودککامون در خانه نمیروند میبینن دانششون نصب میشه مکتب دا تیار میشه آداب اخلاقش نصب میشه از کودکی در خانه بودگی فرق میکنه ما کرده مونده کار جمهوری ده عالم دانشمند اختراعکار معمار این که تیار کرده مونده که با دولت روش میکنه ما وظیفه گذاشتگیم که ناحیه دیوشتیچ 500,000 تن کارتوشکا ببره انسان انشالله اگر با دوا یگان چیزهای دیگر نشود نقص کنید 300,000 تن میبره همه هدف همین که سطح صفت زندگی ما ناسا احالی بله خوبتر و بهتر باشه این خوب دولت داره همین است مردم زندگی نقص شد دولت هم بقوت میشه سلام علیکم